اینجا ژاپن، من بهزاد مرور هستم. توکیو پایتختش، بزرگترین شهر دنیا، پر جمعیت‌ترین شهر دنیاست. یه کاری که همیشه باید حواست باشه نکنید توزیع واضحاته. و یه کار بد دیگه هم که نباید بکنی که اشتباهی تصویران عمودی بگیری. بابا این یوتیوب، اینستاگرام که نیست. بینم غذای گیاهی بعدی در سرزمینی که همیشهش با آب گوشته. ولی لطف کردن اینو بنده. این ریشه نیلوفر آبیه. نیلوفر آبی حلقه‌ای یک ریشه ایجاد می‌کنه بسیار ترده و اینجوری سوراخ و گرده و از عمق لجن میاد بالا و گل میده. این سوشی یا غذای ملی و سنتی ژاپنی هست که با برنج به صورت ساندویچ و لوله‌ای گیاهی‌هاش که دارم نشونتون میدم. این با ته یا اون بهترین قسمت تره برنج جلبک دریایی هستش. این زنجبیل ترشی شده است. این خیلی جالبه. لوبیا گندیده است که خیلی هم لذیذ و یه وقتی چیزی خراب میشه وز میخوره اون حالته، ولی بی نهایت آرامش بخش. میدونی چی لذیذه؟ اینجا خیلی جالبه. لوبیاهای پروتئینی سویا هستش، بوداده با پوست سیاه، بوداده کال. اینا وقتی سبز کاله. کاش می غذای نینجاها بوده یا قاتلان مزدور. نینجا در اصل مثل کماندوهای قدیم بودن. اینجا بقالی معتبرشونه. این توت فرنگی های ژاپنی که صورتی رنگه رو گرفتیم، این شد حدود $12. اینم انگوراشونه خیلی جالب، همه یه دست، خیلی سنگین. این شد $20. باورتون میشه؟ حالا این خود اینم شد $50. این همین چیزایی که ما تو شمال میتونیم داشته باشیم. ما مزه کنم اول انگور رو وایزه. خیلی براش ارزش قائل بودم. هیچ چیز خاصی نیست، انگوره، هسته اصلا نداره، گوشتش هم یه دسته. توت فرنگی صورتی اینا میبینی؟ هر بریم بالا. خیلی خوش عطره، مزهش نمیدونم نیست، رنگش اینجوریه، مزه ملایم ترش و شیرین داره و توت فرنگی خیلی مزه قوی نداره. مزه قوی ترم خورم. این هم بود داستان $35 به اضافه $85 برای این صحنه که ما درست کردیم. یعنی برای اینکه این صحنه رو درست کردم من پرده رو کشیدم چون نور شدیدی میومد ممکن سیاه بشه از اونجا. این جای رنگارنگ و بزرگ و پرنور در اصل یه جور داروخانه است، ولی بیشتر چیزاشو تاخچه بهتون میدن. همه چی هم دارن. ببینید از وسایلی که برای شستنه، وسایل بهداشتی، رنگ مو، داروخانه از اون پشت و انقدر دارو دارم. من دماغم دیروز جوی آبریزش داشت که وای نمیستاد. یعنی 4 تا قرص داد حق ایستاد. اصلا انقدر خوش شدن یعنی تا حرف بزنم. اون پشت میام ببینیم ما هم دیگه. خیلی جالبه. شب بخوری کنی خودتون رو. دهنبنده مختلف جالب. اینور بریم. اینجا هم قرصه ویتامین و غیره است. اوه شکل قرصا هم کشیده. این خیلی جالبه. اینجا کیتکاتو که خیلی هم میشناسین چیشی هست، شکلاتایی که توش ویفر داره و میشه خورد. ببینید چقدر مزه‌های مختلف اینجا هستش. این با شکلات، با چیز کیک پنیر، با طعم کیک پنیر، یعنی توش اون حالت داره. باورت میشه. و شکلات سفید دورشه. این کادویش هم هست. این با خرابش. این با شراب برنج یا ساکی با طعم اونه و طعم لیمو. باز کیتکت با طعم واسابی که مثل خردله، یعنی تنده اصلا. اینو رو باید بگیریم نه؟ اینو باید بگیریم مزه کنیم. اینو بگیریم، اینو هم بگیریم مزه کنیم.
اینجا سرزمین پویانماهای ژاپن هستش. همونجوری می‌بینی اینوری و اینوری من کیا وایسادم. ولی اینجا رویاهای ژاپنی‌ها در خونه‌های خودشون، در آرزوهای خودشون بازتاب پیدا میکنه. بهش میگن هنر مانگا. شخصیت‌های مانگا در شخصیت‌های پویانماها هستن. کارتون‌ها شکل رویایی خودشون با قیافه‌های رویایی‌تر و داستان‌های غیرعادی و توانایی‌های فوق‌العاده و اصلا یه فرهنگ خیلی قویه و سرسپرده‌های خودشو داره. این هم که اینجا می‌بینید مدل سکسیشه انگار. آپارتمان چند طبقه است که مانگاهای سکسی می‌فروشن. ولی خود نگاه بکنید اینجا چیه داستانش. شخصیت کارتونی مانگا تصویرهایی هستن که میتونن از رویاهای خودشون در این دنیا، اتفاقاتی که نمیتونه اتفاق بیفته ولی در این کتاب‌های مصوری که اینها شخصیتاش هستن نه تنها رخ میده، عاقبت خوبم داره. و همینجور میبینید این شخصیت‌های به اسم مانگا معروف هستن که ترجمه نستن براش پیدا کنن، یه اسم انگار ژاپنیه، قیافه‌ای دارن، اندامی دارن که خیلی متفاوته، انگار یک رویای شخصیت، چشای خیلی بزرگی دارن، موهاشون بور مثل ما هم اینا آرزوی موی بور دارن. تاریخچه اینا اما جالبه. میخوام راه بریم بهتون بگم. داستان این تصویرهای خیالی به این شکل رنگارنگ و متنوع که بی‌نظیر متنوع میگن برمیگرده به قرن 19 میلادی، نزدیک 100 خورده سالش 200 سال پیش و زمانی که اینا کارهای شبیه به پوستر میکردن، چاپ رنگ رو رنگ و یک داستانی رو نشون میدن توی یک قطعه و نقاشی نبوده، مثلا چاپ بوده و این شخصیت ها داستان رو از اون موقع میگن شکل دادن. هیولاهایی داشتن که معروفش گودزیلاست در دنیا، اینا اختراعش کردن. من بچه بودم میدونم که فیلم گودزیلا که نشون میدن یه چیز خیلی معلوم بود، عروسکیه میاد تو شهر مثلا خونه‌ها که انگار کیک بودن رو میخوره. الان با چه روش فوق‌العاده‌ای الان میتونن اون تصویرها رو زنده کنن برامون. به هم مانگا از اون دوره میاد ولی خیلی اعتقاداً بعد جنگ جهانی دوم که آمریکا فرهنگش در این قسمت دنیا پا گرفت، تحت تاثیر بتمن و سوپرمن هم شکل قهرمانانه پیدا کردن. ولی اینقدر اینا تنوع دارن و اینقدر این فرهنگ مانگا و انیمه به قول معروف که متحرکش هستش قویه که حرف نداره که یه شهرک خودش داره اینجا. و یه نگاه کنید چه خبره، چون باید جانم که دور میبریم من با موبایلم میخوام بگیرم. اینجا خیلی جالبه، فروشگاه عروسک‌ها و یادبوداشونه، یادگاراشونه. اینه 7800 تا، نزدیک به 40 دلار، 40 خورده دلاره. اینا شخصیتش ببین چقدر تخیلش اصلا مرز نداره. این بال خفاش داره، چکمه‌ای از آب داره و موی این شکلی. می‌بینی؟ فوق‌العاده است، فوق‌العاده. آفرین، اصلا هیچی جلودارشون نیست. اینا شخصیت‌های سنتیه قدیما داشتیم از اون غیره و اینا همه چی رو با همه چی قاطی میکنن. هر چی اصلا هیچ میگه حیایی ندارم. مثلا اینجا نیست دیدن که بسیار برای من جذاب بود. اگه بتونم نشونتون بدم. آها این یه شخصیتی، این چی هستن؟ مرده و این حالت رو داره با این لباسا، قیافه هم گرفته، جنسیت نامشخص یا دو جنسی یا هر چی هست. ببینید مثلا اینو ساختن، یعنی که چقدر باید فکرتون آزاد باشه، در شرایط امنی باشید که نگران نباشید چی در موردتون فکر میکنن و این رویا رو با دیگران تقسیم کنید. این فهم مال یک جامعه‌ایه که به احتمال خیلی زیاد اخلاقیات مذهبی ازش زدوده شده، چون اینا مذهب به صورت ندارن، کشور لاییکی هستن. مثلا اینقدر خلاقیت ها بازه که جمع می‌بینه که چیزای مختلف بشه. تا موی صورتی 3800 تا. نه یادداشت اینا میخرن و کتاباش هم میبینن. این دیوار رو ببینید خیلی شاهکاره. اینا همش آپارتمان تو آپارتمان، طبقه صف رو ببینید اینجا. دارم میرم اون تو چیز بخرم. من با تلفن همراه هم دیگه. مانگاها سایت قماری داره، اینجا بخرید بدین یه دانش بیفته اینجور.
این رو زمین سیگار نکشید. خیلی جالبه، در ژاپن در فضای باز هیچ کی سیگار نمیکشه. همین میرن یه گوشه یا جای اتاقک‌های مخصوص برای کشیدن سیگار. یعنی کجای دنیا همچین رسم فوق‌العاده‌ای هست که جلوگیری میکنه از این عادت بد؟ هیچ کم نمیکشه. می‌بینی؟ انقدر فضا اینجا جالبه. اولا صدا در نمیاد. حالا اینجا صدا میگن نه کسی بوق میزنه نه کسی داد میزنه. احترام، مزاحم هم میگن. اصلا دودسی‌ها تو چشم میره، تو ریه میره. میگن حتی وقتی میکشین راه بری، چون ممکنه بچه اینو ببینه و اذیت شه. اینجا چه خبره؟ یعنی اصلا ببینین رنگ، تصویر، حس، فرهنگ، ماشین پلیس، خیابون بسته، مردم وسط، روز تعطیل و این پل زنگ زده انگار مال خود همین کارتونات از پشتش قهرمانی اجرایی میاد بیرون. یکی از کتابای مصور مانگا رو نگاه کنیم این چی توشه. اینجا میفروشن. خیلی جالبه. اینجا بیشتر از خود کتاب‌هایی که اصلا اسمش مانگاست و شخصیت‌ها، کالاهای مربوط به اونها هست. یعنی ما باید انقدر میگشتیم یه کتاب فروشی پیدا کنیم که تازه اینم اینو ببینید. این داستان این چیه؟ یک رویاست یا کابوسه یا دیدنی هرچی هستیم. توش کتابه، میریم نگاه کنیم. چون همشون بسته بندی شده و من تونستم 2 تاشو بخرم. یکیش میگه محبوب ترینه، یکیش هم داستان واقعی جنگی در بریتانیا است بین یه خانواده انگار. این و اون کیتکت هایی که مزای مختلفشو به زودی میخوان هم ببینی هم بخوری. طبقه بالا ببین با نورای خیلی خوشگل و یه دختر صورتیه. خیلی از دخترها اینجا کنار خیابون وایسن و اینجور کافه رستوران‌های موضوعدار و جهتدار رو تبلیغ میکنن. این هم یکی از دوستان به لباس دخترای مدرسه‌ای یا شخصیت‌های رویایی هم بعد میشینید قهوه می‌خورید، چای می‌خورید، مشروب می‌خورید، باشون حرف میزنی. خیلی عجیب غریب، مختص این کشوره، خیلی هم زیاده. این نشان مترو توکیو هستش، M و رنگ آبی در 4 گوشه این خیابون هم هست. ما از این قسمت میخوام بریم پایین، بریم قسمت خیلی معروفش که شب دیدنیه به خاطر نورهای زیادی که داره و اینکه جوری مردم از 4 گوشه زبدری رد میشن تو چراغ قرمز که دیدنیه همیشه. بریم تو مترو. مترو یا قطار زیرزمینیه، دره ورودی داره، بستش کسی خوش پرت نکنه. این توالت های ژاپنی فوق‌العاده‌ان. اولا نور داره توش، تا میشینین این صندلی روش این حلقه گرمه، حتی یه صدا میده اگه بخواین. دگمه‌ای داره که مثلا اگه صدا از اون در میره خجالت نکشین. بعدم 3 نوع دگمه داره برای خانوما و آقایون برای پاک کردن با آب با فشار در 2 جای مختلف و همینطور باد گرم میده و خشکی بلند شه. یعنی از این بهتر مگه میشه؟ فقط خیلی گرونه، بین 5 تا 15,000 دلار. و جالب اینه که ژاپنی‌ها زمانی مثل ما خلا داشتن، هنوزم دارن البته. داره اول رد شن بیان بیرون
تحمل داشته باشین بعد بریم تو. اصلا بی‌نظمی شد. توکیو اینجا مرکزشه، قلبشه، معروفه به خاطر گذرش که مردم از این ور خیابون به اون ور خیابون میرن و از همدیگه هم رد میشن و پر از نور و رنگ، پر از کالاهایی که ژاپنیا به دور دنیا فرستادن. در هر خونه تقریبا یک جنس ژاپنی هست. اون از طرف مردمی که 70 سال پیش بمب اتم 2 تا بالای سرشون ترکید و از بین رفت این ساختار این کشور و چطور خودشون ساختن و دنیا رو به طور مثبتی گرفتن. ما داریم از این چهارراه سحرآمیز توکیو میگذریم که مردم توی هم رد میشن. بیا از این ور بریم، از این از وسط رد شیم. کاری که همه میکنه خیلی جالبه. مولانا یه شعری داره میگه از چپ برو ها. چقدر عکسای یادگاری. این آقا هم داره فیلم میگه. خب اینجا تو هم خوردیم، آشوب بپا کردیم، میرسیم این بر برید توی این کوچه ها ببین چه خبره. آلودگی صوتی، تنها آلودگی صوتی شهر اینجا بود الان شنیدم. یه چیز خیلی جالب این محله شیبویا برای من این بود که تو کوچه‌هاش صدای موسیقی روز پخش می‌کردن از بلندگوهای مختلف. این خیلی جالبه. شبیه این اتاق در جای مختلف شهر کنار خیابون مثل کیوسک ساعت هم داره، از فلان ساعت تا فلان ساعت. اتاق سیگاره، اتاق دوده، چون شما حق ندارید تو خیابون سیگار بکشید توی شهر توکیو که یک ایده فوق‌العاده‌ایه. میرن تو اینجاها سیگارشون میکشن، ته سیگار هم میذارن، میان بیرون میرن خونه هاشون. این از ساعت 12 تا 9 باز هستش فقط. خیلی جالبه. یعنی ما از سرمشق اخلاق اجتماعی مردم ژاپن واقعا فوق‌العاده است برای دنیا آینده ما، چون شهری شبیه به شهرهای آینده ما که به میلیون‌ها میلیون میرسه شهری اینجا چطور زندگی میکنن، احترام دارن، مزاحم همدیگه نمیشن، شرایطی ایجاد کردن که عادت‌های شخصی ناگوار در جاهای دربسته باشه و وارد جامعه نشه، ازش کنار بگیرن که مردم اذیت نشن. و صرفه‌جویی در جا، همه چیز کوچیک بیشتر میشه که جای بیشتر واسه برای مردم و زندگی و شادی بخشیدن. تو اینجا خیلی شما می‌بینید ارتباط با کودک درونه، پر از شکل‌های کارتونی و کودکانه و بازیگوشانه هستش توی نقشایی که استفاده میکنن. هی شما به دوران کودکی و اون کودک درون اون شادی بیگناهی و معصومیت رو انگار برمیگردید، هی تکرار میشه برای شما در تصویرهایی که میبینید. واسه خیلی جالب ژاپن، من خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی حال کردم با اینجا. خب حالا نوبت به این سوغاتی و چیز عجیب غریبی که خریدیم میرسه که باز کنیم. یه کتابیه شکلات، یه کتابیه شکلات و اینا چی بوده گرفتن. کتابا برام جالبه که کتابای مانگا یا پویانماهای اینا اصلا مصورهای ژاپنی که خیلی معروفن در سر دنیا، فیلم هم میسازن با اینها که تو کتابخونه رفتم نمیتونم بازش کنم و الان میتونم بازش کنم. از خود طرف پرسیدم کدوم محبوبه، گفت این خیلی تازگی‌ها گرفته و توی زرورق هم گذاشت که اینه داستانی دختریه. حس خوبی داره کتاب و خیلی هم ارزون، در حدود $5 اینجوری. این مصور خیلی عکس و چقدر زیاد. این یه چیزی هم اینجاست، پوستره. اینو آخرش چی میشه؟ آخرش اینه، میشه جلوی سینمایی که هیچ خبری نیست توش و یکم داره نقاشیش میکنه. خب این از این. حالا یه دونه از این کیتکاتایی رو میخوام مزه کنم که مزه واسابی یا
یه ریشه یا ترویه که مثل خردل خیلی تون سبز رنگ چشمه در میاد، رندش میکنن با غذای سوشی میکنن که فوق العاده خوشمزه است اون. و اینا اومدن کیتکاتش رو درست کرد، شکلات با این طعم. اینا کیتکات سبز رنگ من تو عمرم ندیدم. حالا مزه کنین. مزه شیرین شکلات سفیده، ته مزه خیلی کمه، واسابی خردلش میشه حس کرد. خیلی جالب نبود. حالا این یکی، اینم یه کتاب کارتون دیگه است یا مانگا که داستان باقی اونا همه خیالی هن، اتفاق خیالی. ولی این انگار از جنگ بین دو خاندان در بریتانیا به اسم رزم روزها، گلهای سرخ بوده، War of the Roses، که از بر اساس اون که این صفحه اولشه، یک قهرمان سلحشوره، یک شهسواره، دو تا قوم با هم می جنگن، ارباب ها با هم می جنگن. این چی بود؟ چه عجیب، چه نوک سینه بود. و صفحه اینا همش جنگ، سرشو بریدن. و صفحه آخرش هم آخرین تصویری که میتونیم ببینیم این هستش. و مزه میکنیم کیتکاتی رو با طعم ساکه که مشروب ژاپنی هستش، شراب برنج. کیتکات با این طعم، بازم شکلات سفیده، این مزه میده واقعا. آره این اون عطر ساکی رو میده، عطرش یه عطر خاصی، یه ترشی داره، اون حالته. طعم مزه همون عرق برنج ترشی و عطر اون رو داره. باز این نزدیکتر از این یکی بود، اصلا واسابی مزه نمیداد. و حالا در پایان اینهایی که من از پرستشگاه خریدم به یاد ایران رو نگاه کنیم. یکی اینو گرفتم، زنگوله است که در مرام باستانی ما زنگوله صدای زندگیه و پریدی‌ها رو دور میکنه. نه که بهش اعتقاد داریم، ما اینو نگه میداریم چون زیبایی فرهنگمونه، تو غرب‌ها پیدا شده. بعد اینو گرفتم چون در اینجا ایران خودمون رو پیدا کردم و نشان چلیپا رو که به خاطر جنگ جهانی دوم نازی آلمان کاملا این به بیراهه برده شد و نشان برعکس خودش شد، در که نشان زندگی و 4 گوهر آب، باد، آتش و خاک که میچرخه و زندگی وجود میاد، یا گاز، جامد، مایع و نیرو یا انرژی. اینم گرفتم که نشانه خوشبختی و سلامتیه. این با خودم میبرم. یه چیز دیگه هم دارم که برای ازدواج خوبه، بازم اون نشان چلیپا روشه، برای اینکه پیوندها خوب به هم بپیونده. اینا رو یادگاری گرفتم و هم نشانهای ایران رو داره برای من و خیلی از این مسئله راضی و خرسند هستم. و این بود پایان این گزارش آموزشی از ژاپن. بهزاد ورود می‌گوید.